خوسپ ماریا بارتومئو پرزیدنت سابقی باشگاه فوتبال بارسلونا روز دوشنبه پس از آنکه که پلیس کاتالونیا اداره باشگاه فوتبال را کوفت کوب کرد بازداشت شد. اسکار گراو رهبری باشگاه و رامان گومز حقوقشناسی تیم نیز به اداره پلیس رفتند. سبب این بازداشت ماجرای پرسر و صدایی به اصطلاح برسگیت شد که به آبروی رهبران تیمی فوتبال لطمه وارد کرد. شبکه رادیویی کادنا سر ماه فوریه سال گذشته درباره یک سازشنامه باشگاه فوتبالی بارسلونا با شرکت آیس ری ونچرز گزارش داد. هدف از این سازشنامه به گفته خبرنگاران بالا بردن آبروی خود بارتومئو پرزیدنت باشگاه فوتبال و برعکس به آبرو ساختن منقدان او از جمله فوتبالبازان لیونل مسی و خاوی بوده است. برای این کار از بودجه تیم فوتبال 1 میلیون یورو پول جدا شده است. از این داد و ستد ناظران پلیس آگاه شدند. به گفته تفتیشات پرزیدنت سابق پولهای باشگاه بارسلونا را به منفعت شخصی خود صرف کرده است. اما مأموریت باشگاه این عیبنامه را رد می‌کند. چندی از اعضای شورای رهبران که از سیاست بارتومئو حمایت می‌کردند استعفا دادند. در نهایت خود بارتومئو نیز انتخابات نوی پرزیدنت باشگاه را منتظر نشد و به استعفا رفت.